سلام، به کانال حاشیه خبر خوش اومدید. ترلان پروانه یکی از بازیگرای خوشچهره کشورمونه که با روابطش با آدمای معروف از جمله بازیگران تا بازیکنای فوتبال و خواننده‌های کشورمون حاشیه‌های زیادی تا الان برای خودش درست کرده. قبل از هر چیز از پایین همین ویدیو عضو کانال من بشین و به جمع ما بپیوندید. ترلان متولد 1377 و اصالتا شیرازیه. باباش مهندس و مادرش خونه داره. اولین کار ترلان موقعی بود که 3 سالش بود و توی تیزر تبلیغاتی تلویزیون بازی کرد. اون از همون کودکی وارد دنیای بازیگری شد و نقشای زیادی تا الان بازی کرده. اما همیشه جز بازیگری پرحاشیه کشورمون بوده. اولین رابطه اون که خیلی هم تو فضای مجازی سر و صدا به پا کرد با ارسلان قاسمی، بازیگر جوان و خوشچهره کشورمون بود. ارسلان قاسمی هم مثل ترلان از کودکی وارد دنیای بازیگری شده و فیلم‌های زیادی این دو با هم بازی کردن. ولی بعد از بخش حواشی رابطه این دو نفر، هر دوی اونها این رابطه رو تکذیب کردن. تا جایی که ارسلان قاسمی اعلام کرد که کسی دیگه تو زندگیمو دوستش دارم. اون همینطور خیلی واضح اعلام کرد که اسم ترلان رو جز مواقع کاری در کنار اسم من نیاریم. دومین رابطه ترلان که لو رفت، رابطه اون با یه بازیکن فوتبال که عضو تیم ملی هم بود، یعنی سعید عزت‌اللهی بود. اونا تو اینستاگرام زیر پستای همدیگه کامنت می‌ذاشتن و حتی سعید تو جشنواره فیلم فجر هم شرکت کرده بود. برای همین گمونای مردم قوت گرفت و بیشتر مطمئن شدن که این دو با همن. اما خیلی نگذشت که سعید عزت‌اللهی تو مصاحبه‌ای که داشت اعلام کرد که بیشتر از 1 ماه ما با هم بودیم، ولی دیگه کاری باهاش ندارم. سعید عزت‌اللهی میگه ترلان اصلا ایدئال من نبود و من به این رابطه خاتمه دادم. ترلان هم تو جوابش 2 تا بیت شعر نوشت و میگه هر کس بد ما ز خلق گوید، ما چهره ز غم نمیخراشیم. ما خوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم. اما ترلان پروانه دست از سر بازیکنای فوتبال بر نداشت و بار دیگه عکس و فیلم خروج اون با فرشاد احمدزاده بازیکن پرسپولیس از یک کافه تو فضای مجازی پخش شد. این خبر تو فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده بود، ولی فرشاد و ترلان هر دو کامنتای پست اینستاگرام خودشونو بستن تا شاید شایعات پایان پیدا کنه. ولی بازم ادامه داشت. در نهایت فرشاد احمدزاده در پاسخ به این شایعات نوشت که قضاوت کار خداست و ما با هیچ کس فامیل نمیشیم. این یعنی که ما با هم ازدواج نکردیم و هرگز نمیکنیم. اما آخرین و پرحاشیه ترین رابطه ترلان پروانه برمیگرده به خواننده خوش صدای کشورمون، یعنی شروین حاجی‌پور. شروین جز معدود خواننده‌ای بود که راه 100 ساله رو یه شبه رفت. شروین با خوندن یه آهنگ از دردای مردم خیلی خوب تونست خودش رو تو دل مردم به خصوص ترلانمون جا کنه. حتی آهنگ برای او جایزه گرمی هم گرفت. شروین به خاطر همین آهنگش حدوداً 3 سال خورده بهش حبس دادن و باید به تازگی راهی زندان بشه. اما خیلی هم میگن ترلان پروانه شروین رو فروخته، چون یه سریا به پروانه گفته بودن اگه با ما همکاری نکنی ممنوع کار میشی و بهت اجازه فعالیت نمیدید. ترلان هم از طرفی توی یه سریال داره بازی میکنه و در حال فیلم برداریه. برای همین کارگردانش بهش میگه که ما هزینه زیادی و بابت ساخت این فیلم داریم تا اینجا. اگه به خاطر تو بخواد این فیلم پخش نشه باید همه خسارت و زیان ما رو بدی. ترلان هم که ترسیده از سینما بخواد خداحافظی کنه، مجبور شده فعالیت‌های شروین و رفت و آمداشو به یه سری آدم‌ها لو بده. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. برای دیدن خبرهای جنجالی بیشتر ما رو سابسکرایب کنید.